درود تماشابینان عزیز، اگر صدای ما رو میشنوید لطفاً در چت یوتیوب بنویسید. گفتن که صدا هست. تا یک کمی جمع شدن دوستان عزیز، از شما خواهش میکنیم که با شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید و همچنین از یکایی که شما خواهش کرده می شود که لینک نوار را به دوستانتان فرستانید و همچنین درباره صحبتی که امروز می شود خواهش میکنم نظرهای خودتان را نویسید، تگمه لایک را پخش کنید و پخش کردن تگمه لایک به ما خیلی کمک میکند که این نوار ما را نفرهای زیاد تماشا کنند. برای همین هم تماشابینان عزیز از یکایی که شما خواهش میکنم فعال باشید، دوستانتان را به برنامه ما دعوت کنید و در برنامه امروزه ما کوشش میکنیم که چند از سخنرانی های امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را در پیام امسالش که گفته گذشت مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم. تماشاگران عزیز، کسانی که وارد شده اید لطفاً در پهن کردن لینک نوار به ما کمک کنید و دوستانتان بفرستونید. تقریبا تا 1-2 دقیقه صبر میکنیم و بعد از آن برنامه رو آغاز میکنیم. کسانی که میخواهید در برنامه امروزه صحبت کنید لینک وارد شدن به استودیو رو در اینجا مدیراتوران در چت یوتیوب میگذارن. همچنین لینک وارد شدن به استودیو در اپیسانی در زیر نوار گذاشته شده است. شما میتونید از آن استفاده برید. همچنین میتونید به رقم واتساپ زنگ زنید که رقم واتساپ نیست در اپیسان نشان داده شده است. همچنین در چت یوتیوب گذاشته می شود و همچنین تماشابینان عزیز ما می توانیم در زیر نوار رقم واتساپ رو گذاریم و شما توسط آن زنگ بزنید و با ما صحبت کنید و فکر و نظر خود را ابراز نمایید. تماشابینان عزیز، چنانه که یکایی که من شما میدانیم همه ساله در آخر ماه دکبر رئیس جمهوری تاجیکستان به پارلمان کشور پیام میدهد. یعنی پیام یک رئیس جمهور به پارلمان مضمون آن را دارد که یک از گذشته ها گزارش میدهد و به آینده ملت را امیدوار میکند. حالا ما میبینیم که در صحبت امروزه از در گذشته چی بوده است و برای آینده چی امیدواری ها داریم. راستی تماشابینان عزیز، من تماشا نکردم تماما، آشکار میگویم تون، چونکه چندین سال من پیام پرزیدنت را پیگیری کردگی هستم، همون 3 ساعت گردادگیش را گوش کردگی هستم چندین سال و هر یک موضوعیش را اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هر یکش را جدا جدا تحلیل کردگی هستم و
باز زورم نرسد دوستان رو پرسیده هستم که جایی که صرفم نمیروم این چی میشود. برای همین هم همین سال توکل کردم بدون تحلیل بدون تماشا کردن پیام رئیس جمهور وارد برنامه شوم. چرا؟ برای آنکه یکم بار ندیدم که همین پیام رئیس جمهور امسالش از وی سالش 90% فرق نمی کند. یکم بار ندیدم که جداگانه یا فرق کننده باشد. برای همین یک به یک همراه گوش میکنیم تماشاگران عزیز تا چند دقیقه که توانستیم تو همون دقیقه میکنیم تحلیل کرده رفتن میگیریم. تقریبا کوشش کنیم دوستان عزیز دیگران رو به برنامه دعوت کنیم، یک کمتر زیاد شود صحبت رو سر میکنیم. به نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، تماشاگران عزیز گرامی، درود و سلام به یکایک شما. پیش از آنکه برنامه را آغاز کنیم خدا را شکرگزاری میکنیم و به پیشوای امت معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درود و سلام میفرستیم. درود و سلام به یکایک شما، به خاندان شما. تماشاگران عزیز، امروز آخرین روز سال 2024 31 دکبر است، یعنی آخرین روز است. همگی بعد از ساعت های به شمار شاید 6 ساعت کمتر سال دیگر می شود، یعنی یک سال عمرمان پس سر می شود، سال نو آغاز می شود. ما حالا در آخرین روز سال کهنه هستیم، در آخرین روز سال هستیم که با تمام گریدارها، با تمام برد و باخت ها این سال را سپری کردیم. هرچی شد نشد، هرچی دستاورد داشتیم نداشتیم، پیشروی داشتیم نداشتیم، برای خود دیگرگونی به میان آوردیم نه آوردیم،
این سال را سپری کردیم. برای زیاد کردن دانش خود، برای زیاد کردن فهمش خود، برای خوب کردن و بهتر کردن نیک و احوالی خود، زندگی خود، چی کارها کردیم، فرصت کردیم، نکردیم. این سال گذشت، این سال تمام شد. حالا بسیاری ها در دست دفترچه دارند که برای سال آینده نقشه کشیدگی هستند، برای سال آینده برنامه دارند که در سال آینده چی کار میکنند. تحصیل میکنند، کار میکنند. شاید این سال یک بست کار کردنشان مبلغش برای زندگیشان نرسید، شاید 2 بست کار میکنند. اگر در یک شبانه روز 10 ساعت کار میکردن، اکنون مجبورن 16 ساعت کار کنند یا 18 ساعت کار کنند. و همین طور تماشابینان عزیز، هر یک کس برای خودش نقشه دارد، برای سال آینده نقشه میکشد، لیکن نقشه کش اساسی بالای ما چی نقشه دارد خودش میداند. با یک چشم، با یک میجه تخت زدن در سوریه بود نبود شد، یا نبود بود شد. بود نبود شدش یک بشار اسدی بود، خونخوار و غمخواری بود. رفت. خونخوریش را دیدن، غمخوریش را نه. شاید فقط به همون گرد و اطراف خودش غمخوار بود. اما بر اکثر اهل ملتش چی بود؟ خونخوار، ظالم و غدار. بود نبود شد. اما آنی که نبود بود شد. در یک مدت کوتاه همگی در بین 11 روز رفت حکومت را گرفت. و امروز ملت کشور سوریه در آخرین روزهای سال 2024 شب و روز عید دارد، شادی و فرح دارد، خرسندی دارد که از دیکتاتور، از مستبد نجات یافت. اما این روز را، همین گونه روز را کی ما جشن میگرفتگی باشیم؟ بیایید از خود امام علی رحمان میپرسیم. یک ببینیم از گپزنی هایش معلوم می شود که کی رفتنی است. حالا دوستان عزیز، پیش از آن که من برنامه را سر کنم، این را به شما بگویم که بار دیگر باشد هم من همین ساله سخنرانی رئیس جمهور را، یعنی پیام رئیس جمهور را گوش نکردم، چون میدونم که همین رقم یا الی صرف میکند یا بلی فرق میکند، دیگه هیچی فرق ندارد. من تقریبا 7-8 سالی اخیر پیام رئیس جمهور را گوش میکنم و رقم هایش اهمیت میدهم. جای صرفم نمیرفتگیم را از دوستان میپرسم، با دوستان خواهش میکنم که یک کمتر همین بعضی مسئله ها رو مثلا گریم اقتصادی رو تحلیل کرده تیان. این سال تماما اهمیت ندادم، چون که یگان سال یگان پیامش از یکدیگرش فرق نکرده است. باران بارید سرم خورید، همین قدر است. یگان چیز فرق نکرده است. برای همین بیایید توکل میکنیم، همراه صحبت امام علی رحمان را گوش میکنیم و پی میبریم که کی این مثل بشار اسد سربگریز شدنی است. و وکلان مجلس بیاید اینوش در کار نیست، توکل از اینجا برای اجرای نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری و استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی
از حساب صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه و ساکنان باننگ ناموس کشور در 3 سال اخیر بیش از 20 میلیارد سامانه خراجات کرده شد. 20 میلیارد سامانه. کارهایی که در این سمت انجام داده شدند به تامین گردیدن نشان دهنده های پیش بینی گردیده رشد اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت و آبادی شهر و دهات مملکت مساعدت نمودند. در دایره نقشه ذکر گردیده در 3 سال اخیر در مملکت بیش از 1,500 انشاءات ساحه معارف یعنی مؤسسه‌های تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی، 660 انشاءات ساحه تندرستی، 480 انشاءات ورزش، 175 انشاءات فرهنگ و فراغت و هزارها انشاءات دیگری استحصالی و اجتماعی بنیاد و به استفاده داده شدند. در همه این کارهای خیر آبادانی سهم صاحبکاران و ساکنان مملکت بسیار بزرگ می باشد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و کل مردم تاجیکستان برای دستگیری تشبس‌های حکومت و سهمگذاری در آبادی و پیشرفت مملکت سپاس و منتداری صمیمی بیان میکنم. تشکر. تماشابینان عزیز، رقم ها رو من نوشته گرفتم. 1,500 انشاءات در ساحه معارف، 860 انشاءات تندرستی، 480 ورزشی، 175 انشاءات های فراغتی با هزار دیگر اجتماعی دیگر و هاکذاها در تاجیکستان ساخته شده است. از کدام حساب؟ از حساب صاحبکاران و تاجران و خود مردم. این چی گفتنی گپ است؟ این گفتنی گپ است که تماشابینان عزیز، در تاجیکستان تمام آبادکاری ها از حساب منبع های غیر رسمی ساخته آباد کرده بشوند. یعنی از حساب منبع های غیر رسمی. منبع های غیر رسمی یعنی چی؟ حکومت، دولت به این سهمگذار نیست. این رو که گفته ایستاده است رئیس جمهور. رئیس جمهور میگوید که ان همین 1,500 انشاءاتی که در ساحه معارف ساخته شده است، 860 تندرستی، 480 انشاءات های ورزشی، 175 انشاءات های فراغتی با هزارهای دیگر انشاءات ها از منبع های غیر رسمی ساخته شده هستند. از منبع های غیر رسمی یعنی که ها صاحبکاران مردم ساخته هستند. و اینجا رئیس جمهور تنها چیش مونده است برای رئیس جمهور؟ تشکر کردن به همین مردم، به همین مردمی که بالایی بر ضمن این آبادکاریش با انداز سپارنده است، بر ضمن این آبادکاریش باز استحصالگر است. حالا گفته شده صاحبکاران، تاجران، بر ضمن این سهمگذاریش باز تامین کننده جای کار است. اگر وظیفه شما تنها تشکر کردن باشد در انمین جای ایستادگیتان که با خودتون میگید اینجا بینای پارلمان نو است، اولین مراتب جلسه گذرانده شدیم، میگویید مثلا دیده شدم خیلی با حشمت چی گفته چی لافا زدگی باشید،
در سری برنامه توی لوفای شما با گوش کردن ما وقت نیست، میدونم که چی میگوید، اما ان همین جا آمدید به همین جای با حشمت، همین قدر که آخر سال باید تشکر کنید، وظیفه شما تمام. در همین شما چه علف میخورید؟ اگر همین انشاءات های گزارش دادگیتون از حساب منبع های غیر رسمی به میان آمده باشد و همین جایی که شما ایستاده اید تایس ها پوشیدگی هستند، پوشیده به استفاده دادن، چند جوچاک ماندگی باشد که تایس ها. حاضر شما اینجا گپ زده ایستادید، سی جین پین از کابینتش ایستاده شما رو تماشا دارد. کدام کارمند، کدام پولشویک، کدام فراش در اینجا دزار میزند چی میگه؟ سی جین پین از کابینتش ایستاده میدوند. هر یک دیوالایی چند گوش خطایی داشتگی باشد، هر یک دیوار، هر یک تخت چوب های این بینوی که شما جلسه گذرانده ایستادید با افتخار چند گوش خطایی دارد. این رو خدا میدوند. ای خدای می کنی یک گوش کنیم دوامشه. میانه نفقه 1.5 برابر افزایش یافت. تنها در اساس پیشنهاد پیام سال گذشته از اول سال 2024 معاش خدمتچیان حربی، هیئت شخصی قطاری و رهبری کننده مقامات کارهای داخلی، پروکراتورا و دیگر مقامات حفظ حقوق 40% بلند برداشته شد. از ماه ایول معاش خدمتچیان دولتی، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی استیپندیه ها 40% و اندازه نفقه 30% زیاد کرده شد. توسط عملی سازی تدبیرهای ضروری در سطح معتدل نگاه داشتن تورم تامین گردیده سال 2024 3.6% را تشکیل داد. خاطر نشان می نمایم که در 5 سال آخر معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های بودجتی 4 مراتبه سالهای 2020 22 23 24 و در مجموع با اندازه 100% زیاد کرده شد. خدای می بیا دوامش کمتر دیگه. در این مدت یعنی در 5 سال آخر سطح تورم یا بلندشوی نرخ‌های استعمالی همگی 29% را تشکیل کرد. یعنی در این دوره معاش، نفقه و استیپندیه ها نسبت به سطح تورم به مراتب زیاد گردیدند که بواسطه به کاهش یافتن سطح کمبزاعتی و بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم کشور مساعدت نمودند. امین آقای رئیس جمهور همه همینجا نشستگی ارسکزن ها را باور کنید گوساله میداند. گوساله میداند. چرا؟ نگاه کنید. سطح تورم 3.6% نشان داده شده است. یعنی این کم گفته حساب میکنند. اما این رقم از حساب اصول های حساب و سبب های اساسی تورم وابسته است. میدونید؟ مثلا آیا همین نشان دهنده به همه قشرهای گوناگون اجتماعی برابر است؟ نیست.
انکنون شما نگاه کنید تماشا بینان عزیز، جنابشون میگن که 4 مراتبه ما معاش رو برداشتیم. سال 2020 2022 2024 2023 2024 ما معاش را به تدریج برداشتیم که در نهایت در مدت 4 سال 100% معاش بلند برداشته شد. 100% معاش بلند برداشته شد. 100% برداشته شدگی $100 شد. معاش میانه اهالی تاجیکستان $100 است. 1000 سومان زیادتر. شما نگاه کنید رئیس جمهور، با شما سوال همین است که با همین برداشتن معاش، سطح معاش برداشته شد، نیکو احوال مردم خوب شد یا نه؟ مردم آیا یک نفر معلم از سال 2020 آمد در سال 2024 100% معاشش زیاد شد؟ 50 یورو بود 100 یورو شد. آیا همین معلم بیچاره در زندگیش نیکو احوالی احساس کرد یا نه؟ آرد و روغن و برنج میخرید، در یک ماه 1 کیلو گوشت میخرید، همین 1 کیلو گوشت 2 کیلو شد یا نه؟ به این سوال باید جواب بگوید، بعد این رو حساب کنید. در یک ماه دیگرش یک مرتبه آش پلو میدید، آش پلوی به گوشت میدید، یا اینکه همین معلمی بیچاره فقط مهمون آید دیگرش گوشت میدید؟ آیا برای خودش هم روا دیده ایستاده است که یک دیگرش گوشت رو ببیند؟ این رو باید حساب میکردید. 4-5 همون گردن غفص هاتونه به یک چند مکتب های دوردست دیهات میفرستوندید، معلم ها را یک مانیتورینگ میگذارانیدن، یک نظرسنجی میگذارانیدن که معلم بیچاره کی دیگرش آش شوربای گوسفند دیده بود یا هیچ نه شوربای مرغ دیده بود. یک معلمی که سحر میخیزد باید سر لباس درست داشتگی باشد، باید چهره یعنی به او اهمیت دادگی داشتگی باشد. برای معلم چهرهش پول میخواهد، تنش پول میخواهد، تا مکتب رفته آمدنش پول میخواهد، کانسیلاریا پول میخواهد. بجز این همون دیگش یک مرتبه شوربا رو میدید یا نه؟ 2 مرتبه شد یا نه؟ ما گفتید که 100 برابر 100% زیاد شد. گفته شما میبایست این طور حساب میکردید. در کار وایمه میکنید شما من 4 مرتبه معاش زیاد کردم، اما یک بیچاره معلم دیگش یک بار گوشت میدید یا نه 2 بار نشده است. حال پای افضلش رو نف کرد یا نه؟ حال همین معلم بیچاره 4 سال پیشتر پای افضلش که مکتب رفت آمده ایستاده است. همتونه ولی یک بیچاره معلم پای افضل زمستانه فرق دارد یا ندارد؟ همین ها رو به حساب گرفتید یا نه؟ باید به حساب میگرفتید. بعد میگفتید که 100% زیاد شد. ما پایمی بردیم که 100% این چه خیل است؟ این مردم اگر 4 سال پیش از 3 تا 4 تا خانه یک مثلا گریم 1 تاش درش قلف زدگی بود و مردم کوچ بسته رفتگی بودن از بهشت روی زمین، حاضر از 10 خانه 1 خانه مونده است. روزی خواننده مکتب به دانشجویانی دیپلم گدا موندگی است. بیچاره دانشجو
دانشگاه را دانشکده را ختم میکند، او را وظیفه دار میکنید که 3 سال اگر رفته درس ندهی تو به دیپلم نیست، به تو دیپلم داده نمیشود. روزی طلبه های مکتب به انمی خیلی دانشجوها موندگی است، دانشجوهای دیپلم گدا، دانشجوهای دیپلم گدا 3 سال مرده درس داده، یک کاری کرده 3 سال گذراندنشون در کار، تا اینکه دیپلم گیرن. آخر اونها 4 سال 5 سال بکالور هست، ماجستر هست، تمام کردگی هستن، پول صرف کردگی هستن، زکات به پول خریدگی هستن، اگزامینه به پول خریدگی هستن، کوارتیر پولی دادگی هستن، ماشین کرا خورد و خوراک. این 5 سال در مسافرت اکثریتی دانشجو، چون که 70% اهالی کشور دیهات نشینن، از دیهات میروند در شهرها تحصیل میکنن. معلمی که 3-4 فرزند دارد، اکثریتش همه رو مونده، یک کسب مقدس رو مونده، رفتگی از کوچه روبی، از بهشتی روی زمین در و دیوارش رو محکم کرده، بچگیش رو گرفته، معلمی رو پرتفته رفته، در یک شرایط وزنین در زیر بار تحقیر و تهدید کوچه روبی کرده، شکمی بچه هاشو سیر کرده گشت است. این رو حساب کتاب میکرده رئیس جمهور. اکنون کمتر پیشتر ایم قرصک بازی های نبینیم هم می شود. بسم الله. از 8% تامین نمایند. بسیار سالی برای ما مهم است سال 25. برای چی؟ بعضا سرعت بنیادی نیروگاه برخی آبی راغو را تیزه دارم در کار که مبلغ زیادی در کار میشود. با مبلغ مقصد و باز نقشه های دیگری هست که عملی کردن مانده کار در سال 2025. علاوه بر این در سال 2025 دایر به مسئله های پیشگیری کردن تاثیر خفهای احتمالی به اقتصاد ملی، تشکل اقتصاد سبز، رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی و استفاده وسیع حساب برابر کنی های غیر نقدی تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. همینجا یک دم گرید. همین رقمی کنانی خدمت رسانی های دولتی، پرداخت غیر نقدی، وقتی انمی رئیس جمهور حکومتی ها گپ میزنن تماشابینان عزیز دل من میشورد. چرا؟ همین گپ بود در اینو ببینید در همین سال 2025 در سال 2025 اینها چیکار میکردن؟ همین یعنی وعده داده شده است رئیس جمهور که 100% یعنی رقمی کنونیده می شود. رقمی کنونیدن یعنی چی؟ شما از خانه ایستاده پول برق رو می سپارید، از خانه از همین تلفنتون ایستاده پول برق رو می سپارید، اندازتون رو می سپارید، از خانهتون ایستاده از رئیس جماعت سپراوکه می گیرید، معلومات نامه احوال اویلوی می گیرید، به حکومت ناحیه نرفته از خانهتون ایستاده عریضه می نویسید، به عریضهتون جواب می گیرید، معاشتون رو از خانهتون ایستاده می گیرید، از خانهتون ایستاده به مغازه دوشنبه از همون ناحیه اشت ایستاده یا ناحیه مسچا یا از همون مومن آباد ایستاده، از خاروق ایستاده به مغازه دوشنبه فرمان میدهید، بعد از 2 روزش به شما بک صبر برده میرساند. وظیفه‌ش همین است. یعنی رقمی کنونی، پرداخت غیر نقدی معناش همین است.
بی سویچ خیلی بی برق خیلی میشده باشد این بی برق علاج داشت است همین کارها همین بیچاره مغازه آنلاینی اینترنت مگزین بیچاره همون بی برق فرمایش ها رو چه خیلی میگرفتگی باشد فرمایش ها رو چه خیلی میگرفتگی باشد بی برق درباره همین گپ میزدید رئیس جمهور یک باره همین گپ ها رو گوید و راههای حلش رو هم بگوید که کجا به رفته رسیده سودت شما رقم کنونی پرداخت غیر نقدی به اینترنت به برق چه خیلی می شود چه خیلی می شود حاضر برق که نیست بیک صبر باید قبچه را بگیرد خط ها رو مکتوب ها رو از خبروسک از ولادیواستوک آمدگی مکتوب ها را بگیرد به قبچه زیر کند یکی به بدخشان راه سپار شود یکی به کولاب راه سپار شود بیک صبر خروجین در کتفش حاضر به همین راست می بیاید همین کار رو هم نکرده ایستاده است میشودگیش همین هم نکرده ایستاده است چون که گردنش یاری نمیدهد گردیدن با استواری مالیوی دولت و رشد اقتصادی نقش مهم دارد. شاکران یکی از کشورهای ابرقدرت دنیا چنین میشمارند که از مرگ نجات یافتن ممکن است ولی از انداز گریختن امکان ندارد. گپ ناف زیرا انداز اساس موجودیت دولت می باشد. به سرچشمه درآمد موجود از کجا می بیاید؟ معاش آموزگار از کجا است؟ طبیب از کجا است؟ ساختارهای قدرتی و نظامی از کجا است؟ در رابطه با این با حکومت مملکت و وزارت اداره‌های داخل‌دار سپارش داده می شود که دایر به بلند برداشتن سطح معرفت مالیوی و فرهنگ اندازپاری شهروندان چاره‌های سودمند را عملی سازند. خب جناب رئیس جمهور نگاه کنید شما گفتید که از مرگ گریختن می شود و از انداز نه بله از مرگ گریختن شود و از انداز گریختن نشود برای چه شرکت تلکا انداز نمی سپارد از انداز قرضدار است از انداز قرضدار یعنی چی نسپرد است تونست است از مرگم گریختنش حالا نمیدونم میشد نمیشد حالا گپی نو از مرگ گریختن میشده است از انداز گریختن نمیشده است و فکرم که شما چند بار با حضرت عزرائیل رزبور کردگی نه بیا حالا بدتر بیا گفته حالا از 100 گلم یک گلم نشکفته است من اینجا چند برنامه ها دارم گفته یا حضرت عزرائیل آمدگی توبه کردم شما پشت دیوان روش شدگی گریختگی گفتم این بگنده عجل نه این آدم کی میمردگی باشد که ملت خلاص میشدگی باشد این شما نیرنگ یافتید از مرگ گریخته میتوانستید اما از انداز گریخته نمیشده است چرا این شرکت های اولاد شما انداز نمیسپارد گریخته توانسته ایستاده است کو شرکت تالکو میگریزد برق تاجیک میگریزد این شرکت ساختمان خدایتان بیک صبور میگریزد یادتان هست
بهرام نویتوف رئیس شهر کولا بود، گفته بود چرا این خواجه احرار ولی کی از خودش اندازه نسپارید است، بردید او را زندان کردید. او از اندازگریز را آشکار کرد، یکی خودش از زندان شدن گریخته نتوانست، ولی بردید بیچاره را زندان کردید. این از اندازگریز گشت از کو، گریخته گشت از کو بکسبور. کی بود وی خسور بچهتان دادرک ینگمان؟ اوریان بانک در تگی دستش شرکتی 3 ساله تالکو در تگی دستش. کی بود نامش چی بود؟ گشت از کو گریخته از اندازه نسپوریده. با کدام میمان خانه ساخته ایستاده است، هر 4-5 سال به یک بار علاب 100 متر ساختار میشد، باز مسئله ساختمانی بباج و بخراج به تاجیکستان در آمدن میگیرد. چقدر مسئله ساختمانی را وارد میکنند به تاجیکستان، بعد به افغانستان میگذرانند، به نام ساختمان میمانخانه وارد میشود، به افغانستان برده فروخته میشود. این کس نه باج میسپارند، نه خراج میسپارند، نه انداز میسپارند، نه میمانخانه ساختمانش تمام میشود. 15 سال شد، 20 سال شد، چند سال شد، توانسته ایستاده است کو؟ میشد از کو گرفتن رئیس جمهور؟ میشد از کو؟ بعد چی گفتید معرفتی، چی گفتید اندازپوری؟ آخر همین پیش از همه یک سری دسترخوان، همین سری یک پیاله چای به همین خیش تبارتان خودتان میدونستید؟ اگر نمیدونستید نمیگفتید این گپا رو. معرفت اندازپوری رو میدونستید به همین خیش تبارتان نگفتید؟ اندازها رو سپرید. از مرگ گریختن می شود، از انداز گریختن نمی شود. انداز رو سپر. این ملت بیچاره یک منبر ندارد که برایت بگوید که اوی رئیس جمهور، اول تو گپت به همین گرد اطرافتنگی گذران، همونها انداز سپرد، پول برق سپرد، بعد به ما گپ زن. یک نفر پیدا نمی شود که این حرفا را به شما بگوید. آقای رئیس جمهور، شرم نه، حیا نه. یک پیری 73 ساله، یک پیرمرد 73 ساله می برایید این چند گوساله که در رو برایتون قرصک میزنن، شما دروغ میگویید، فریب میکنید. تو کجا؟ احوال بشار اسد چه شد به این دروغگویی هایش؟ آیا شما فکر نمی کنید که روزی بشار اسد به سرتان آمدن نزدیک شده ایستاده است؟ به شما درس نشد، شما رستم جان تربیه کرده ایستاده اید. همین خیل بالای سرتان مونده، شنونده، یاد داده ایستاده. چه خیل به چشم مردم خاک پاشیدن را، چه خیل مردم فریب کرده، مردم غارت کردن را یاد داده ایستادید. حاضر گفته ایستادید ببین من همین دروغ میگم، اینا با قرصک میزنن. ببین بالای سرتان به آورده شنونده، نشان داده ایستادید که ببین اینها را و گوش همش آویزان میکنم. اینها باز چیکار میکنن؟ قرصک میزنند. توبه کردم. همچنین وزارت مالیه، بانک ملی
کمیته انداز، خدمات گمرک، اگنتی اینواسیون و تکنولوژی رقمی یکجا با دیگر وزارت اداره ها و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که حل مسائل وسعت دادن استفاده تکنولوژی های معاصر رقمی را هرچه زودتر تامین نماید. با همین گپ وای برق تامین کن، برق تامین کن. این مثلا استفاده میری از مغازه خریده میبینی استفاده میکنی تمام برق نیست. وای جناب رئیس جمهور به برق تامین کردن بدون تامین برق در باره استفاده تکنولوژی حاضر زمان گپ نزن. یگان تاش به برق کار نمیکند. میفهمی؟ همین به بطری کار میکردگیش هم باید ذریعت بگیرد. باز همین گپ وای استفاده تکنولوژی حاضر زمان هرچی زودتر براه مانده شود. چند وزارت واهمه بین، چند وزارت وظیفه دار میکنند. وای وزارت چی لازم؟ تو برق تامین کن. مردک میرد از مگزین کامپیوتر هست، لپتاپ هست، یگان تکنولوژی دیگر هست، میگیرد میخرد استفادهش میکند تمام و سلام. پرابلم همین واهمه وزارت مالیه، وزارت انداز، وزارت این، وزارت آن، وزارت بهیسمدان، همین بدون برق نل صفر است. بدون برق چرا به گوش مردم رو آویزان میکنید؟ چیزی که ندارید چرا واهمه میکنید؟ یعنی گپ های بالاخانه دار استفاده تکنولوژی های حاضر زمان، یعنی همین گپ رو گوید مردم امیدوار میشود. اکنون مردم چی میگوید؟ یعنی 2.15 1 30 میشود. یعنی تکنولوژی حاضر زمان اینو تامین کند، برق هم تامین میکردگیست. مردم همین چیره دارد، همین تصورات دارد. یعنی لیکن شما درباره برق گپ نمیزنید یا گپ حاضر نگویم. رسانه های خوندم گپ زده که گفته که رویم تو بکرم چی میگود؟ پر تامین کرده شد تا آخر سال 2025. همون مسئله رقمی کنونی و پرداخت غیر نقدی تا آخر سال 2025 پر تامین کرده شود. شما تا آخر سال 2025 برق را پر تامین کنید، اون طرفش پرابلم شما نه. اون طرفش مردم خودش تامین میکنند. اون طرفش باور کنید نه پرابلم وای وزارت های نامبر کردگیتون است، نه پرابلم شما هست. همین اصول های استفاده بری، برنامه ریزی، برنامه هایش را به همون نهادهایتون بگوید آماده کنند، زمینه ها را آماده کنند، پریلژین ها را آماده کنند. زور میرسته باشد یا به یگان کشورهای دیگر سپارش میداده باشم یا خطایه ها را ببیارید. نمیریم میبینیم. خوب نمیریم انشالله میبینیم. چی میگویند؟ کنی یک کمتر اون طرفتر رویم. اعتماد اهالی به نظام بانکی، جلب بیشتر پسندازهای شخصان واقعی و حقوقی و وسعت بخشیدن فعالیت نظام رقمی خدمت‌رسانی‌های بانکی و مالیوی باید شوراجویی نماید. همزمان باید جهت تأسیس دادن فیلیال‌های بانک‌های تجارتی و دیگر تشکیلات‌های قرضی، زیاد کردن پیشنهاد قرض‌ها با فائز نسبتاً پست و تأمین نمودن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های با صفت بانکی، بخصوص
در نهایه دوردست یک مملکت تدبیرهای مشخص اندیشید. وکیلان محترم، این یکی از راه‌های با کار تامین کردن اهالی، یعنی فعالناکی اقتصادی مردم در مملکت است، مخصوصا در ناحیه دوردست مملکت. 4-5 هزار سامان قرض امتیازنامه میگیرد ساحه زنبوری اصل پرورش این کاری تیز فایده باست، یا چارواداری میکند، یا کارتاشکا پروری میکند، یا سبزوات کاری میکند، یا کار کاسبی هنرمندی خانگی اش را میکند. از چرا ما دستگیری نکنیم؟ وکیلان مبلغ هست، مبلغ هست. برای همین سال من در جلسه حکومت به نزدیکی وی کردم، در 33 سال استقلالت دولتی همین سال به نهایت سال با فیض با برکت برای مردم تاجیکستان است. بیش از 100 میلیارد سامان به وی مردم می‌دارد. در آمده 100 میلیارد. بعد میگه که در مرکز شهر نویاما، شهر دوشنبه تنبشوی نقلیات است. انا همش نشانه همین است. از همین آخر گپ سر کنیم. تنبشوی نقلیات، یعنی این کس فقط میگویند، ولی من به شما گفتم که تماشاگران عزیز، همین آدم یگان گپی نو گفتگی نیست. تنبشوی همین نقلیات، گویا همین آدم، همین انمی رئیس جمهور به همه تاجیکستانی ماشین خرید دادگی. میدونید همین که گم میزند که این آدم همین در تاجیکستان اوپل هست، اوپل استراجی هست، اوپل وکتر هست، مرسدس بنز هست، کدامش نباشد تا ژیگولی مسکویچ همین اهالی جمهوری تاجیکستان همین امام رحمان خریده دادگی. برای همین از تنبشوی راهها این کس منت میکنند. برای چی؟ برای اینکه مردم پولدار شدگی ماشین میخرند، نباشد چی؟ هوی عصر 21 عصر 21. یعنی این کس تصوراتشون تصورات اتحاد شوروی است. یعنی با معاش اتحاد شوروی پول رو در صندوق پسنداز میکنی، با رفته ماشین خری، حکومت اومده میپرسد پول از کجا یافته تو ماشین خریدی؟ باید تو منبع پول رسمیت رو که ماشین میخری، ژیگولی میخری یا مسکویچی 412 میخری یا زپاروژ میخری یا موتورسیکلی اورالی 3 بالونه میخری، دوره سیوس به حکومت باید منبع‌های درآمدت رو نشان بدهی. حالا این کس خفه اند جناب رئیس جمهور که شما به این کس منبع‌های درآمد رو نشان نداده ماشین خریدگی، اوپل کهنه اروپایی ها رو خریدگی، شما زبچست گفته درآورده با وگان او را سبیرت کردگی شما. برای میگن که حالا میپرسن در شهر دوشنبه چرا راه ها تنبه میشوند، یعنی پروپکه میشود. راه هایی که در عصر 21 شما با راه های ساختگی زمان شوروی گشته اید، البته تنبه میشود. البته تنبه میشود. راه رو وسیع کنید تنبه نشود. خوب چی میگن؟ اعتماد به بانک یک گپ کلان. اعتماد به بانک. اوی رئیس جمهور، شما با همین احوالتان مرد هم اعتماد به بانک رو زیاد کردن نمیتوانید. اگر همین مردم اعتماد به بانک میداشت، در کانی بادام 8 عائله 27 نفر 28 نفر مرده نمی رفت.
همین مردم چرا مرد رفت؟ برای آنکه اعتماد به بانک ندارد. دزد کوچه فهمید که او بیچاره پول رو در بانک نیو در خانه اش نگاه می‌دارد. چند اگیتاتورهای شما طبق خبرهایی که به ما آمد به مغازه ها، به مرکز های طلا فروشی، به پولداران، به بیزنسمن ها رفته گفتن که التماس کردن که پولتون را رفته به بانک مونید. به مردن این مردم راضی شد، به بانک های شما به پول موندن راضی نشد. چه فهمیدید رئیس جمهور؟ به مردن، به بچه گچش که مرده رفتن راضی، به بانک شما پول موندن راضی نه. در تنگ بالشش باشد پوسیده رود و به بانک شما پول نماند. برای چی؟ برای آن که یک اینوالید سمید بود، ممید بود، چی بود؟ همین در کلی اسکا میگرد چند سال باز پول مته میگوید پولش نمیدید. بانک شما گرفتگی است، پولش گردان دادگی نیست. چند سال باز از شما پول قسم میکند، شما پولش نمیدید، بعد به بانک شما مردم پول میماند. قرض میگوید 100 میلیارد نه سومونی. اول دلار گفتنی شدن نشد. یک بار نقص کرده گوش کنید. دلار میگفته که بودن نشد، سومونی گفتم موندن. 100 میلیارد سومونی این سال مردم قرض گرفته میتوند. چند پول بدهید گفتید 4-5 هزار سومونی، 4-5 هزار واهمه، 400-500 دلار. با 400-500 دلار چیکار میکند این مردم؟ توبه کردم. من پایانتر با ایستاده میگذارم. باز همینگاه با پایانتر وکیلان محترم، مسئله برمیگردیم. تاجیکستان در جاده گزارش بر رقمی کنانی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالی نه نشدید رئیس جمهور. بیاد کمتر شما بسیار بری بد رقمی کنونی رقمی گو بی برق چی خیر رقمی میکنی اوی مردک بی برق چی خیر رقمی میکنی و دوریت گذرانیدن آنها با استثنای خفهای انداز باز هم محدود کرده شود. چی؟ پیشنهاد می‌نمایم که در دوره تکمیل سندهای معیاری حقوقی ذکر شده با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری، فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای کاری با همان نمود سنجش‌های فعالیت سوبیکت‌های صاحبکاری با استثنای سنجش‌های مقامات انداز تا 1 ژانویه سال 2027 مراتور اعلام کرده شود. این همین گپ واقعا یک گپ خوب است. هم معنیش انداز نسپارید میره تفتیش میکند که چرا این اندازه نسپارید. در کشورهای متمدن یک انداز سپارنده اگر انداز نسپارید کوارتل آمد انداز نسپارید او رو رفته تفتیش میکنن، نه به آن خاطر که باید چیخیل که نباشد اندازش رویانده گیرند، رفته تفتیش میکنن به خاطر آن که چی مشکلات به این انداز سپارنده پیش آمد که انداز سپاریده نتوانست. برای این او رو رفته تفتیش میکنند، رفته بسرش دوغ و پوپیسه کرده تو انداز نسپاریدی حاضر رویانده میدهی، قرض گرفته میدهی، نباشه طرف مغازه رو محکم میکنیم نه یا کارخانه رو محکم میکنیم میبندیم نه، رفته در اونجا سنجش میگذارونند که به این کارخانه چی شد، به این تاجر چی شد، به این صاحبکار انداز سپارنده ما چی شد که انداز سپاریده نتوانست. به او وقتی که سنجش میگذارونند میبینند در کجا کمبودی دارد، به او اکسپرت وظیفه دار میکنند. دولت
اکسپرت را تعیین میکند. اکسپرت میباید با این رهبریت کارخانه، با منیجر کارخانه 1 هفته 10 روز درس میگذرد، کمبودی هایش را آشکار کردگی هایش را، سبب هایش را، عامل هایش را می آموزاند که به کجا به اهمیتی کردگی بودو کارخانه از پیشروی ماند. به چندین وبینارها دعوت میکند، میگوید که به همین وبینارها رفته اشتراک کن، درس آموز، کارگرهایت رو پویشنی کوالیفیکاسیون کن. و میگوید که چند از کارگرهای تو در اینجا علاوگی هستند، مفتخور هستند، این گونه کارگرها به تو لازم نیست، به جای اینها نفرانی رو بیار که کار رو میدونن یا فلان فلان شتات های مفتخور هستند باید اختصار کنی. اینها رو به کارخانه می آموزاند تا اینکه کارخانه از انداز سپاری نماند، تا اینکه مفلس نشود و انداز را سپاریدن گیرد. چون که چنونه که امام علی رحمان گفتند دولت با همین انداز به پایش راست می ایستد. دولت با همین انداز به پایش راست ایستادن را باید احساس کند. مسئولیت با انداز به پا راست ایستادن را دولت یعنی حکومت باید داشته باشد. این مسئولیت یعنی چی؟ باید طرز کنی که انداز سپارنده، باید طرز رفتار کنی که انداز سپاری رو زیاد کند، نه اینکه از انداز سپاری ماند و در این مغازه رو بندد، در این کارخانه رو بندد و رهسپار شود به روسیه کوچروبی، غشت کشانی، کپتلمت. این است بلند برداشتنی معرفت انداز سپاری. وقتی که این گونه غمخوری رو انداز سپارنده از جانب دولت، از جانب حکومت میبیند، وی حتما کوشش میکند که از انداز نگریزد، از انداز سپاری نگریزد. این گونه غمخوری رو باید از جانب دولت انداز سپارنده بیند. در ما مناسبت با مردم تشویقاتی نیست، مناسبت با مردم مجازاتی است. یعنی همه کار در ما مجازات دارد. تو پیش رفتن تو نیستی باید مجازات بینی. بالای سوخته نمکاب همین رو میگویند. به زخم تو به جای اون که حکومت بیاید دوری مولد این زخم تو را درست کند، میبیاید نمکاب میزند. با تو میبیایی همین قدر بسرت داد میزند که کارمندان انداز به پیش این خشت میری، به پیش وقت خشت میری، یا 4 بوزو یگان گاو گوساله داشتی یا نداشتی میفروشی، اندازه قرضدار شدگیت را میسپوری، قرضدار بودی با قرضدارتر میشوی. بعد از اون مجبور میشوی 1-2 اسبابی که برای کارخانه خریدگی بودی یا برای سیخ اپاراتوری که خریدگی بودی اونها رو هم بفروشی، 2 دستت رو ببینی خسته مانی. یعنی سیستم اندازستانی در تاجیکستان چه خیلی است؟ همین گفتگی های من هست یا نیست؟ من هم تاجر بودم، من هم صاحب کار بودم، دیرکتور یک فیرم بودم در تاجیکستان. حالا مراتوری اعلان کردیم به من به مغازه کتاب فروشیم، به دکان کتاب فروشیم از دیزبیورو چی اومدن؟ حالا در آزادی بخونید، در آزادی همین خبر هست. از دیزبیورو آدم اومد، کارمندانش اومدن گفتن که شما در مغازه اتان چی ندارید؟ چومک دستشویی ندارید، شما رو باید ما جریمه کنیم. فهمیده شدید؟ هیچی گپ نیفتن، گفتن در این مغازه شما چومک دستشویی نیست. در کدام دکان کتاب فروشی تاجیکستان در چند تایش، در چند درصدش شما چومک دستشویی دیده هستید؟ کتاب های مرا گفتن که در داخل این کتاب های شما ویروس هست. حالا اون وقت کرونا ویروس اینا در خوابشون هم نمیدیدن. این گپی سال 2013 است.
یا سال 2012 است. با کدام مقامات؟ با مقامات نه با بردن اونجا نامش چی بود؟ یک فراموش کردم. در اونجا بود یک چی هست تشخیص میکنن. با تشخیصگاه بردن کتاب خورا. همین گونه تشخیصگاه در ناحیه 8 وجود نداشته است که از داخل کتاب ویروس یابد، بردن به خوجند. در خوجند هم این گونه اسباب وجود نداشته است. گفتن که به تاشکند میبریم، به تاشکند ازبکستان. با همین یک دکان کتاب من نصفش گم شده رفت. به همون مقامات تشخیص کننده ویروس به چی رفتم؟ در ناحیه اش به شهرک شهیدا رفتم، گفتند به خوجان فرستوندیم. به خوجان رفتم گفتند به تاشکند فرستوندیم. گم شده رفت کتاب با من. درست است نمیخه مراتور اعلان کنند، دیز بیورا نرود، پرکراتورا، میلیسا، حکومت نرود به مگزینت و مبادو انداز نسپوریده اندازگیرنده، مقامات اندازگیرنده رود پرسد که برادر برای چی انداز نسپوریده ایستادی؟ امروز میرد یک رئیس جماعت چه مرکزی ماموری ها چی گپ؟ انا اینجا به آمفی‌تئاتر ساخته ایستادیم. رئیس حکومت گفتن که از مغازه‌دارها رفته پول جمع کرده بیا. من بد نبینید برادر، من از پیش خودم ناومدم، من مجبور کردم. 10 سومون 15 سومون داده گوشیرش میکنی. پگاهش رئیس دستگاه در دستش یک پاپکه میبیاید، روچکه همین کتگی، همین کتگی عاقبتش پرسی برای گداگی آمدگی، برای گداگی پیش مغازه‌دار. ها اینجی میفهمی، همین می رنگ روی پریدگیش میفهمی که برای گداگی آمدگی. همین رئیس حکومت گفتن که اینجا کمتر چی کردن در کار، پول جمع کردن در کار، همین سهمی خود میگذاشتید با ما مینیمال نشه معین کردگی هستیم که از 50 سومون کم نباشد. اوی تو کی؟ تو گدا اومدی با مینیمال کم معین میکنی؟ اوی گدا تو گداگی اومدگی هستی با مینیمال کم معین میکنی؟ که مینیموم 50 سومون باید به تو بدی ها. بعد از 10 روزش میلیسه میبید. ما میدونیم اینجا کمبودی یافتم میشد. میلیسه در مغازه چی کمبودی میبید؟ ناظری ترتیبات پژارنیک میبید. پژارنیک اداره سوختار خاموش کنی. برادر امین چیه من سوختار خاموش کنیه با شما من خودم فروختگی. همین دانید که من میدونم که این مهلتش بود شدگی. یک نفر دیگر بیاید اگر اینه میبیند بروده تشخیص کند، اگر مهلتش گذشته که شما طرفی کلان میکند، بیاید من پیچت من نو میکنم فلان پول تیت شما خلاص. نو میبرن چیزوی کند در خوجاند، دهانش از پلمبه زده میبیرن، میایستدم اینجا. آخر سیرانو میایستدم اینجا. به چی کار میبیدم این؟ من هم کارم پیش میرد، من هم خورسان شما هم خورسان. بیاید مراسا کنیم. مراسا نکنیم بین. با پروکرور می نویسد که اینها با سوختار خاموش کنه که کار ناشایم مغازه کشودگی هستند. سوختار خاموش کنه کشان کار ناشایم است. ما گفتیم که این رو نو کنید، نو نکردند. بعد گروهی تفتیشاتی مشترک میباید، عبارت از میلیسه، عبارت از پروکرور، عبارت از کارمند مقامات میباید، عبارت از
کارمند سوختار خاموش کنی همین خیلی سیاست کره قطار شده از مغازات میدروه بیچاره اگر تو نباشی فروشنده ات ایزورش تر میکند همین طور نیست تاجیکستان شرایطش بگوید که همین طور نیست این گپی من 11 سال پیش بود حاضر همین شب روز دیگر شدگی است همین شرایط یا بدتر شدگی دوستان میگن بدتر شدگی است حالا این شب روزها میخه به پاسپورت میخری در تاجیکستان میخ خریدار هستی پاسپورت با شناسنامه میخ میخری در تاجیکستان جناب همینجا مردم قرصک زده ایستاده است چی میگفتگی باشن جناب بس مردم قرصک دارن یکان گپ مهم اینجا گفتگم صد دعوت گفتگی چی میگن بعضا معلومات ها از من آموخته بر آمدم بعضا شرکت ها کارخانه ها را که بعضا با متال های قیمت بها کار کرده دیگر است در یک سال 40 مراتبه در یک سال 40 مراتبه 25 مراتبه کدام ساختار یک ساختار تا 5-7 مراتبه سنجش رفتند یکی در نتیجه سنجش یگان چی نیست صفر روی راست معلوم است که در اینجا سنجش نیست دزدی دیگر برای عمل کردن دیگر بیچاره حاضر گفته گذاشتم من اوی جناب ما با این کارات خاتمه میبخشید خاتمه میبخشید هر سال همین گپ هست چیکار کردن به همون شرکت هایی که با متال های قیمت بها سنگ های قیمت بها سر کار دارن در یک سال 40 مراتبه تفتیش رفتن کی گفت رئیس جمهور خودشان دیدن سنجش گذراندن خودشان به قول خودشان 40 مراتبه در یک سال خودش یک هفته یک سال 52 هفته هست میخیل یعنی قریب هر هفته رفته این بدبخت ها هر هفته رفته یک کارخانه استحصالی دلزنک کرده این بدبخت ها لیکن هر هفته رفتن آخری سال یگان عیب نقصان افشا نکردن رئیس جمهورم میدونست است که مضمونش چی سنجش گذراندند 40 مراتبه 25 مراتبه سنجش گذراندند در نتیجه سنجش یگان چیز افشا نشده است من گفتم می دوستان عزیز همین رئیس جمهور من تهمت کردم به حکومتش نه انا همین خودشان گفتند با یگان چیز افشا نشده است در یک سال هر هفته میری تفتیش میکنی یگان چیز افشا نمیشود مضمونش این که این دوست ها رفته این غارتگرهای زیر دست امام علی رحمان رفته او بیچاره کارخانه داره مثل همین لباس جامشویی پخش کردگی هستند همین خیل آبش ریزونده می خشک کردگی هستند نه انمی خیل از دوستان عزیز بیچاره کارخانه دار را بیچاره صاحب کارخانه را صاحب کار را جانش را به لب آوردگی هستند در یک سال 40 مراتبه تفتیش میکنی او در او کارخانه سگ بسته مانی نمی ایستد در این کارخانه یکی در یک سال 40 مراتبه تفتیش می شود سگ را بسته مانی نمی ایستد آقای رئیس جمهور با چی میگوید این مسئله را حل کردن در کار شما هر سال همین گپ را میگویید هر سال میگویید نتیجه ندارد چرا نتیجه ندارد برای آن که انا همون 40 بار رفته ساکی شربتی کارخانه دار را پخش کرده گروسا میگویم که ساکش ویژیمت کرده میگویم که ما همه خیلی گرفته آوردگی قسمش شما هم برخوردار نمی بودید
این خیل آدم ها کار نمی کردند. گفتگی استید مثل و شعباز رجب حیفو که جوان هستی نباشد 15 سال پشت پنجره زندان میشتی. با همین دعای شما همه دوستها در امن و امان در تاجیکستان زندگی میکنند. انا همین دعای مبارک شما همه دوستهای تاجیکستان، غارتگران تاجیکستان را در امن و امان شما نگه میدارد، برای آن که از آنها به شما منفعت است. اگر نمی بود جای آنها پشت پنجره زندان میشد. ولی زندان شما برای کی ها است؟ برای حقیقت جویان، برای عدالت جویان، برای آنهایی هست که این دزدی های شما را آشکارا میگوید. آنها پشت پنجره زندانند. همه کار را بکن، با سیاست کاردار نشوید. یعنی سیاست شما سیاست دزدی. با سیاست باز چم بگوید، با سیاست دزدی ما دخالت نکنید، وگرنه پشت پنجره زندان میشوید. صدقاتتون شوم رئیس جمهور، صدقاتتون شوم. اینجا چیز خوش و چشمشون جمیده ایستاده است، همینجا چیز مهم میگویند انشاءالله. در 5 سال آخر حجم مجموع محصولات صنعتی کشور از 27 میلیارد به 53 میلیارد سامانه رسانیده شد که قریب 2 برابر زیاد می باشد. در این دوره در مملکت بیش از 2040 کارخانه صنعتی و 74,000 جای کاری تأسیس داده شد. تنها در سال 2024 740 کارگاه و کارخانه های نوی استحصالی بنیاد گردیده. در این بخش در مجموع قریب 20,000 جای کاری تشکیل کرده شده است. سرعت میانه سالانه رشد ساحت در این دوره در سطح 15% تامین گردید که با در نظر داشتی امکانیت و اقتدارهای موجوده برای نائل شدن به هدف صنعت کنانی با سرعت کشور هنوز ناکفایه می باشد. ما از روی برنامه باید هر سال به حساب میانه تا 20% افزایش تامین کنیم. رئیس جمهور خدا جانتون بگیرد، آمین. 2040 کارخانه 10 تاگه اگر کارگر داشته باشد 20,000 کارگر دارد. گفتگیتون درست است. خدا جانتون بگیرد. اما شما میگید که 74,000 جای کاری تامین شد. بعض این کارخانه هایی که شما نمبر میکنید من حساب کرده برآمدم، خودش همین یک صاحب کارخانه هست خلاص در اونجا، همین یک خواجگی دهقان خودش هست خلاص. خواجگی های دهقانی هم شما کارخانه های استحصالی نمبر میکنید. با شماره کارخانه های استحصالی وارد میکنید. یک سیخ روغن کشی و دفعه در برنامه گفته بودم با تراکتور در استرافشان روغن میکشد، برای اینکه شیبه انداز آمده سرش رو گرنگ نکند، رفته خودش رو صاحب کار به قید گرفتگی است. شما او را کارخانه استحصالی به قید گرفتگی هستید. صدقاتتان شوم رئیس جمهور. تنها در سال 2024 740 کارگاه و کارخانه استحصالی بنیاد کرده اید. 740 کارگاه و کارخانه استحصالی. صدقاتتان شوم. به همین واهمه
همین 740 کارگاه و کارخانه استحصالی بنا شدنش را مردم تاجیکستان احساس میکند یا نه؟ این رو بگوید. همین را گپ زنید رئیس جمهور که 740 کارخانه نه، 74 کارخانه یا 7 کارخانه درستی مردم رو به کار تامین میکردگی در تاجیکستان در همین سال به استفاده داده شدنش را مردم احساس کرد یا نه؟ مردم احساس کرد که هرچی درش را بسته به روسیه رفتن و به خارجه رفتن زیاد شده است یا کم شده است، یا مردم گشت آمده درش را کشوده ایستاده است. در همین باره گپ زنید، بعد این گپ ها رو تحلیل کردن آسان میشد. به خودتان هم گپ زنی آسان میشد. به دل گرده به شجاعت تمام گپ میزنید. وقتی که شما میگویید فلان قدر کارخانه کشودم، فلان قدر کارخانه استحصالی کشوده شد، حالا در اول گفتید که همه همین رو یگان تاش دولت شریک نیست، خیر بگذار، همین کشوده شد. مردم تاجیکستان همین رو احساس کرده گشته آمده در کارخانه های شما کشودگی کار کرده ایستادن، یا اینکه هرچی مردم بیشتر درش را محکم کرده، درش را بسته، خانه اش را به پریزرک ها سپاریده برآمده برافته ایستاده است؟ در همین باره گپ زنید رئیس جمهور. کدامش بیشتر شدگی؟ خانه را به جن و اجینه به پریزرک ها سپاریده، در را محکم کرده، به اهل اولاد به افتابوز و به خودرو و به پاییزد و به سمالیات کوچیده برفتن ها، حتی کور کورپچش گرفته برفتن ها زیاد شدگی است، یا گشته آمده در کارخانه های شما کار کردن؟ رئیس جمهور همین را گوید یک قیاس کنیم، فهمیم که این گفتگی های شما تا چه اندازه درست است، تا چه اندازه شما درست میگویید. بعد گپ ارزان میشد. افزایش رو تامین از الیاس با وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو، دیگر وزارت اداره و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی سپارش داده می شود که در همکاری با بخش خصوصی جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد استحصالات صنعتی تدبیرهای الهه گیرنده شد. اینچنین جهت هوسمند نمودن فعالیت نوآوری در استحصالات، وسیع استفاده کردن تکنولوژی‌های اینواسیونی و دستگیری تشبس‌های سازنده صاحبکاران در این جهت، خصوصاً دایر به کارکرد اشیاء خام در داخل مملکت تدبیرهای فوری راه اندازی کرده شود. همین اینواسیونی میگن، تکنولوژی های نوی میگن، همین تکنولوژی های نوینی با تپک کار میکردگی یافته میدادید. تکنولوژی های نوین لازم است در تاجیکستان که با برق کار نکند، با تپک، با سوزش تپک کار کند. بعد مردم همین عقب گاو به عقب گاو مسکچه داشته میگردن، تقاره داشته میگردن. همین خیل کارخانه های استحصالی یک قسمی کارگراشون رو به دنبه گاو راه سپار میکنن که در پشت همون مقعد گاو تقاره داشته گردند، چون که برای تکنولوژی نوین به کار در آوردن برق لازم است. برای برق تپک لازم است، چون که برق نداریم ما. واقعی رو بینید، تکنولوژی های نوین، اینواسیونی، رقمی کنونی، همین گپ یافته میگوید. این گپ ها به شما دخل ندارد. همین بیچاره تاجر، بیچاره صاحب کار، برق باشد و خطای هم فرمایش میدهد، از کارت بانکیش پول میگذراند، بعد از 10 روز تکنولوژی نوین از خطای می بیاید. آقای رئیس جمهور، این پرابلم شما نیست. برق تامین کن اوی مردک، برق تامین کن، اون طرفش پرابلم میتونه. مردم خودش میدونه چیکار کردنشه.
قرض بده. قرض 1000 یورو همین قدر تکنولوژی های خوب هست که حاضر همین شب و روز همین نانوای چیون نانوای خونه برای نانوای خونه تمام تکنولوژی های لازمی برآمدگی است. خمیر را تکنولوژی میکند، تکنیک میکند، نان را تکنیک زول میبندد، تکنیک چوبک میزند، تکنیک نان رو میسازد، تکنیک نان رو به تنور میبندد، تکنیک نان رو از تنور میکند. نانوای خونه چی؟ همین که تکنیک برآمدگی است. $1000 است. $1000 تکنیک. یک کارگر در یک کارخانه که 7-8 کارگر باید کار کند، یک کارگر یا 2 کارگر کفایه است. در یک نانوای خونه اگر در یک شبانه روز 2000 تا نان میپختن، حاضر میتونن 20000 تا نان پزن با یک تکنیکی $1000. رئیس جمهور پرابلمی شما نیست. شما برق تامین کنید، برق یافتید، تولد میکنید خودتان، برای برق تولد کردن حامله دار میشوید. این پرابلمی شما است. با مردم برق تامین کنید. شما پیشروی تاجیکستان نمیخواهید؟ اینوواسیون، تکنولوژی های نوین، رقمی کنونی، پرداخت غیر نقدی، این گپ، این واهمه های دروغه. مانید یک طرف شما برق تامین کنید، به افغانستان فروختن بس کنید، به مردم دادن تامین کنید. مردم داند که استابیل نه برق در تاجیکستان وجود دارد، به کارخانه آورده سیخ را پیوست کند، یک تکنیک را پیوست کند، در زمستان برق خاموش می شود، او تکنیک فرسوده می شود. نه، تکنیک کار می کند. در زمستان یک کارخانه را کشاد، به ارنده گرفت، به اجاره یک بینو را گرفت، به او تکنیک آورده نصب کرد. 5 ماه 6 ماه شما برق نمی دهید. 5 ماه 6 ماه او بیچاره یک نفری که میخواهد در تاجیکستان استحصالات باشد، یک کارخانه استحصالی که شاید 5-6 ماه کار میکند، 5-6 ماه هم تو به صفر فلان پولی اجاره داده میگردد. شما وجدانتان سوزد، برق را به خارج میفروشید. در این باره فکر نمی کنید؟ فکر نمی کنید که سبب اساسی عقب‌مانی تاجیکستان به تکنولوژی حاضر زمان تامین نبودنی تاجیکستان، وجود نداشتن کارخانه های استحصالی، سرسان و سرگردان بودن مردم، یگانه سببش همین شما خودتان تنها هستید. چرا؟ خانه های شما فروزان است، کارخانه های استحصالی اهل اولاد شما به برق تامین است. یک کارخانه تلکا به یک قول 40%، به یک قول 60% برق استحصال میکرده نیروگاه برق آبی روغن را استفاده میکند. بسیارا میگویند که همین 10% هم استفاده نمیکند، از توسط کارخانه تلکا با ازبکستان میفروشد. پروکراتوره من گپ شنیدید؟ یک بار رفته تلکا رو تفتیش کنید که با ازبکستان برق رفته ایستاده است یا نه. همین رو اقلا برگردونید. کارخانه تلکا یگان بار در این سالهای استقلالیت برای تاجیکستان یگان تین فایده نداده است، یگان بار انداز نسپاریده است، پول برق نمی سپارد، فلان میلیارد دلار قرضدار است. این باید بسته شود، به مردم در کار نیست. برقی که استفاده میبرد به مردم داده شود. این گونه کارخانه ای که فایده ندارد، انداز نمی سپارد، پول برق ارزان کرده میتی، مثلا گریم 3 برابر نرخ به مردم میداده، مردم استفاده میکرده، 3 برابر نرخ مردم، نرخی که به کارخانه استحصالی تلکا داده میشه 3 برابر ارزان است. همون هم نمیسپارد. این بدبخت ها اولاد رئیس جمهور نمیسپارد پول برق را.
فرض کردیم 40% برق استحصال میکرده نیروگاه برق نورک را انمی یک کارخانه به خودش میگیرد، با ارزانترین نرخ برق را میگیرد، اما پولش را گشته پرداخت نمی کند. شوکت محمد دروغ میگوید؟ بسنجید این معلومات را. مردم برق ندارد، با این برقی که نیروگاهی برق، با این برقی که کارخانه تلکا استفاده میکند و از خود میکند و به ملت یگان فایده ندارد، میتوان 100 کارخانه ساخت که این برق رو میتوان به 100 کارخانه داد که آنها 100 برابر نیروگاهی 100 برابر تلکا به ملت فایده بیارند، به اقتصادات کشور فایده بیارند. برق به تلکا نده، به کارخانه های استحصالی بده، همین کارخانه ها بدانند که زمستان برقشان نمیمیرد، دوام سال بر دوام کارخانه شان با برق تامین است و تکنیکشان کار میکند. همین برقی که به تلکا میدهی به 100 کارخانه میرسد، 100 برابر تلکا فایده میدادگی میشود. بس پرتاین یا فروشین در کار نیست. چی در کار است؟ چیزی که فایده نمیبرد به ملت. تقویت کارها دایر به استفاده ثمرناک ذخیره‌های موجوده و رشد اقتدار استحصالی کشور، بلند برداشتن رقابتناکی و گوناگون نوعی استحصالات صنعتی، زیاد کردن حجم استحصالات صنعتی کارکرد، افزایش دادن ارزش علاوه شده مالهای صنعتی در اساس رشد مجموعه‌های ساحوی ضرور میباشد. وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو در همکاری با دیگر ساختار و مقامات مربوطه جهت کاهش دادن صادرات اشیاء خام و زیاد نمودن صادرات مال و محصولات دارای ارزش بلند علاوه شده باید تدبیرهای سودمند اندیشید. هموطنان عزیز، حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده، خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز منتظم چاره‌جویی کرده است. انرژی سبز، برق. حالا کارهای تجدید و از نوسازی در نیروگاه‌های برقی آبی نارک و قیراقوم با مبلغ عمومی 6 میلیارد و 900 میلیون سومانی و ساختمان نیروگاه سبزار با مبلغ 700 میلیون سومانی ادامه دارند. تا امروز 2 اگریگات نیروگاه نارک و 3 اگریگات نیروگاه قیراقوم پورا نوسازی کرده شد. سال 2025 با تجدید و نوسازی با 3 اگریگات دیگر در نیروگاه قیراقوم اقتدار آن علاوتاً 24 میگاوات زیاد گردیده به 174 میگاوات میرسد. اینچنین یک اگریگات دیگر در نیروگاه نارک تجدید شده اقتدار آن 40 میگاوات زیاد میگردد و ساختمان نیروگاه سبزار با توانایی 11 میگاوات به انجام رسانیده می شود. یعنی اقتدارهای موجوده انرژتیکی مملکت در سال 2025 تنها از این حساب 180 میگاوات زیاد میگردند. در برابر این سال 2025 در ولایت سوق ساختمان نیروگاه برقی آفتابی با اقتدار 200 میگاوات آغاز میگردد. امروز بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت بلند ادامه داشته در 2 سال اخیر با این مقصد از حساب بودجه دولتی بیش از 9 میلیارد سومانی خرج گردیده است. در مجموع تا امروز بیش از 50%
کارهای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به انجام رسانیده شده است. اینجا کنید. پنجاه کنید دریاده هم داره. حالا 50 کنید رسون تمام کنید. حکومت مملکت با استفاده از همه سرچشمه ها جهت سری وقت مبلغ‌زاری نبودن ساختمان این انشاءات استراتژی منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. در این جاده با یک قطار سازمان‌های بین المللی مالیوی و شریکان رشد همکاری‌های سودمند جهت جلب مبلغ‌های امتیازناک در حجم 33 میلیارد سومانی یا 3 میلیارد دلار از جمله 12.5 میلیارد سومانی گرانت یا 1 میلیارد و 150 میلیون دلار ادامه دارد. تا امروز سازشنامه‌های مبلغ‌زاری انشاءات نیروگاه با 6 سازمان در حجم عمومی 10 میلیارد سومانی از جمله 3.8 میلیارد سومانی گرانت به امضا رسانیده شده. سال 2025 مبلغ‌زاری از جانب آنها آغاز می‌گردد. از جمله 17 دکمبر سال جاری شورای دیرکتوران بانک عمومی جهانی در خصوصی در مرحله اول جدا نبودن 3.8 میلیارد سومانی گرانت برای ساختمان نیروگاه راغون قرار قبول کرد. اینچنین از جانب بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختوری در حجم 2.9 میلیارد سومانی، بانک اسلامی رشد 1.6 میلیارد سومانی، فاند سعودی رشد 1.1 میلیارد سومانی، خزینه اوپک عاید به رشد بین المللی 272 میلیون سومانی و فاند کویتی رشد اقتصادی عربی 180 میلیون سومانی قرض‌های امتیازناک جدا گردیدند. برای توجه و همکاری‌ها با همه سازمان‌های بین المللی مالیوی و شریکان رشد منتداری مردم تاجیکستان را بیان می‌نمایم. نیست. Good. همین مسئله بحث گوش کنیم که مطابقون نزید برای تاجیکستان این بسیار دستگیری هم سیاسی است هم اقتصادی است. این بسیار یک کمک و دستگیری مهم ارزیابی می‌گردد. از 3 میلیارد و قریب 300 میلیون دلار 1 میلیارد و 150 میلیونش گرانت است. کی می‌دهد شما؟ این دستگیری به واسطه برای مردم تاجیکستان است. از ماه می سال 2027 از حساب استحصال نیروی برق در راغون و سلسله نیروگاه‌های دریای وحش نارسایی نیروی برق در کشور پوره برطرف و تاجیکستان به استقلال کامل انرژتیکی نائل می‌گردد. این مورد آدم میشه شد من این آدم پای میکنم تمام دیدم شورید. نگاه کنید تماشاگران عزیز، این آدم سال 2027 ماه می تاجیکستان به برق تامین شده است، به برق پوره دائمی تامین شده. سال 2027 ماه می. برای چه سال 2027
در معنی سرم جو به جو زد که برای چی سال 2027 باز میگم اتون. اما این میگوید که ما در سال 2025 من چند چیز قید کرده گرفتم وقتی سخنرانیشون. این کس میگوید که ما در سال 2025 مسئله رقم کنونی و پرداخت غیر نقدی رو باید تا آخر سال 2025 پیاده کنیم. شما سروزیر مسئول کردید، تمام وزارت ها رو مسئول کردید، چند وزارت با مسئول کردید که تا آخر سال 2025 یعنی به طور نهایی مسئله رقم کنونی یعنی پرداخت غیر نقدی پیاده شود. به برق چه خیل شما 2027 برق تامین میکردید که تا 2027 برق لیمیت بوده، چه خیل شما پرداخت غیر نقدی رقم کنونی یعنی فراوی میکنید. چه خیل به برق با تپک فریب دیده شدید مردم، فریب دیده شدید. این کس 2027 حالا به این استاده میگذاریم چرا 2027 ماه می ذکر شد. این با ماه می، چرا ماه می؟ چرا 2027؟ حالا که از روی گفتار خودشان فلان 6 میلیارد پول صرف میکنیم گفتگی هستند، زیاده از 4 میلیارد دلار پول صرف شده است به نیروگاه برق آبی روغن. حاضر به زبانی دراز رئیس جمهور گفته شده است که همگی 50% کار در روغن اکنون به سامان رسیدگی است. 50% کار در روغن اکنون تمام شدگی است. چند سال شد؟ 12 سال شد، 13 سال شد. کارهای وقتی دوران شوروی را یک سامانید. همین کاری که در دوران استقلالیت سر شد چند سال شد؟ از سال 2008 بود، 2009 بود، چند بود؟ 15 سال شد، 16 سال شد. 50%ش اکنون تمام شده است. برای 100% به کار در آمدن نیروگاه برق آبی روغن با 15-16 سال دیگر لازم است. این سال 2025 2040 به کار می در آمده است 100%. یعنی امکان دارد که گس روغن کارش به تمام نرسید، برای همین برق نیست تا سال 2040 مینیمم تا سال 2041. تا این سال 2041 گفته رئیس جمهور همه پریخ‌هایی که از آن آبهای رود وخش منشأ میگیرند پریخ‌ها خشک میشن، همه جا رفته وایمه کرده شده است که پریخ‌ها نابود شده شدند. آبانبار روغن به آب میماند. باز بیچاره ملت تاجیک به برق، خدا نشان ندهد. لیکن متخصصان ساحه اکولوژی تخمین زده شدند که همین حالت در تاجیکستان شدنش ممکن و یعنی نیروگاه آبی آبانباری روغن با آب پر نشدنش ممکن به طور لازمی. پایان آبها آب را به همین سطح معمولیش طلب کردنش ممکن، از این باید کم نشود. حالا امام علی رحمان زیاد میکنم اینجا آب را ذخیره میکنم و به شما آب میدهم، شما را با آب تامین میکنم گفته کشورهای پایان آب را متقاعد کرده است. بعید نیست که بعد از 5-6 سال باز ما با ازبکستان بحث آبی، با قزاقستان بحث آبی داشتگی باشیم. بعید نیست که این آبانبار روغن به سرمان چی بلاهای بیارد. میل همه اینش. لیکن کس گفتن که 50% اکنون تمام شدگی، 50% دیگریش باز 15 سال دیگر میپاید. با حیاهو با چیز داشتیم نداشتیم. حالا رئیس جمهور به چند انستیتوت های اقتصادی بین المللی تشکر کرده شدند، چند گرانت ها را گفتند، 3 میلیارد و 4 میلیارد را نامبر کردند. شما گفته بودید که به هیچ کس
حق نمیدهیم که بر روغن سهم گذار باشد، در روغن سهم داشته باشد و خودمان با پنجه‌مون هیچ زورمون نرسد کنده این روغن رو میسازیم گفته بودید و ملت خودش میسازد گفته بودید، با این پولی ملت میسازیم گفته بودید. چی شد که باز درباره گرانت و درباره قرض و فلان قدرش گرانت و فلان قدرش قرض گپ رفته ایستاده است؟ یعنی از این میبرد یک قسم روغن هم به خارجی ها داده می شود و سهم اساسی اکتی اساسی در دست خارجی ها می شود، مثل سنگتوده یک. سنگتوده یک روسیه ساختگی است، 75% پیلیس یک از آن روسیه است، 24% مینیس یک از آن تاجیکستان، 25% مینیس یک از آن تاجیکستان. همین خیلی میکنید نیروگاه روغن رو هم آیسته آیسته گپاتون برآمده ایستاده است. یعنی نیروگاه روغن هم به قرض غوطیده ایستاده است. با این به قرض غوطیدنش حالا 50%ش انکنون تمامی همه جا منبع های دیده برآمدیم، در به در مردم گدایی کردیم، مردم اکسیونر کردیم، سهمیه فروختیم، یورو فروختیم به $500,000، همه چیزی از دستمون آمد کردیم. 50%ش بود شد. به این 50% دیگرش کار میکنیم. قرض میگیریم. گفتید قرض، با تشکرم کردید به قرض زیرنده و گرنده هم داد. یعنی روغن هم از اون ملت نمیشود، روغن هم ملی نمیشود. مثل سنگتوده یک روسیه به کی خواهد میفروشد؟ همین خیلی گفته شدید که روغن هم سهامش میباید از خارج به کی خواهد میفروشد. همین خیلی حال روغن رو یک چند شرکت های خارجی ساخته ایستادند، شما پولشان رو داده نتوانسته ایستادید. این خیلی گپ های هم میش هم برآمده ایستاده است. پولی شرکت هایی که روغن رو ساخته ایستادند پولشان رو داده نتوانسته ایستادید، به پولش سهم روغن رو داده ایستادید. این خیلی گپ ها هم برآمده ایستاده است. درست است؟ نادرست باشد یکیتون برآمده گپ زنیتون ملت با خبر شود که شرکت هایی که نیروگاه روغن را ساخته ایستادند پولش را امام علی رحمان نداده ایستاده است، به پولش سهم داده ایستاده است از نیروگاه روغن. اینش رو هم بگویید. اگر نادرست باشد ثابت کنید که شوکت محمد نادرست میگوید، این گپاش نادرست است. مرحمت برآمده ثابت کنید. من دیگه دوامش رو نمیمونم برادران عزیز. این میگوید من در سال 2025 وظیفه دادم که تا آخر سال 2025 مسئله رقم کنونی پرداخت غیر نقدی به تمام تامین کرده شد. میگوید اما میگوید برق من سال 2027 میتیم. برادران از سرین ویران شد. نخواد ملت همین خیلی احمق کنی. از اولی گپ یک خیلی رقم کنونی اینواسیونی تکنولوژی تامینی تکنولوژی پرداخت غیر نقدی از اولی گپ تا حاضر همین بود. لیکن اومد گفت که نه برق 2027 میشه. کار میکنیم. یک کنکورس اعلان کردن در کار در تاجیکستان. باید نفرانی که به نفران تندر اعلان کردن، کنکورس اعلان کردن در کار که از تپک قوه برق استحصال میکنند. از تپک دیگه چی علاج دوستان عزیز؟ این رئیس جمهور فرمان داده ایستادن باید شما با تکنولوژی حاضر زمان کار کنید، برق نداریم چیکار میکنیم؟
یگان علاجش میونی. من همینجا دوستان عزیز گپم رو تمام کردم. حالا میخواستم تا با آخر همین پیام رئیس جمهور گرفته روم، گرفته نمیرم، همینجا بس است. لیکن چرا گفتن که سال 2027 انتخابات پرزیدنتی میشه؟ تماشا بینن عزیز، فهمیدید؟ هر دفعه دید احمد و دیگه هستید کی انتخابات شود اینها یک مدت ما لیمیت برق رو برداشتیم گفته مردم احمق کرده یک مدت ما برق میتیند. حالا اینها برنامه دارن که در سال 2027 در معرکه انتخابات پرزیدنتی هم در سال 2027 حالا امسال انتخابات پارلمانی به اینها هیچ اهمیت ندارد. چندین تا گاو و گوساله میبرن در همون اغلخانه پارلمان محکمشون میکنن، تمام، پرابلمی نیست این مسئله. سال 2027 سال 2027 از کجا میپویی؟ تا سال 2027 من گمان نکنم که تا سال 2027 ما همین در همین کرسی رئیس جمهور می نشینید. 2027 میپویید حافظ اسد به بشار اسد، حافظ اسدی تاجیکی به بشار اسدی تاجیکی کرسی میسپرده، با این بشار اسدی تاجیکی 29 سال دیگه 25-23 سال دیگه در تاجیکستان دیکتاتوری میکند. من گمان نکنم 3-4 ماه دیگه میکشید شما. خیر تماشا بینون عزیز، نمیریم میبینیم انشالله، نمیریم میبینیم. خب همینجا طول 2 ساعت است که من سخن میکنم. تشکر با همه شما که صبر کردید، ما رو گوش کردید، صبر کردید، آقای رئیس جمهور را گوش کردید. شاید این پیام آخرینشان به حیث رئیس جمهور باشد. این هم از واقعیت دور نیست. در این گیرودارهایی که در جهان میگذرد به این بعضی هر خیلی بوی‌هایی که به مشام، بوی‌های سیاسی که به مشام آماده میرسد، یک کمتر دیگرگونی هایی که به میان آمده ایستاده است، پی برده می شود که شاید این آخرین پیام رئیس جمهور تاجیکستان امام الرحمن باشد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه گفتگو. امیدوارم صحبتمان مفید بود. اگر فکرتان این باشد که این صحبت ها مفید بود به دوستانتان فرستانید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. تا برنامه های دیگر، خدا حافظ.